بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بچه های کنکوری بچه های 12 پایه های 10 11 سلام عرض میکنم. سوالات سراسری 1404 رو خدمتتون تشریح میکنم، حل میکنم، انشالله که مورد استفاده قرار بگیره. از طرف گروه فیزیک استان آذربایجان شرقی در خدمت دوستان هستیم. اولین سوالی که داده شده بحث واپاشی آلفاست. خب ما میدونیم آلفا هلیوم دوبار مثبت 4.2 هستش. وقتی پیو 242.94 بخواد آلفا زایی بکنه، حتما هسته دختر 4 تا عدد جرمیش کم میشه 238 و 2 تا هم از عدد اتمیش کم میشه 92. حالا چون عدد جرمی رو گفته گزینه 1 رو میزنید. بله، از بحث مغناطیس پایه 11 یه سوال برای قاعده دست راست داده. نوک انگشت 60 آی بود، 60 آی بود. پیچش 4 انگشت بی بود، میدان بود که در گزینه 3 اومده. گزینه 2 هم همونه، ولی چون رفته فاصله کم شده، ما گفته بودیم میدان با آی رابطه مستقیم داره، با فاصله رابطه عکس داره. فاصله کم بشه میدان باید ضعیف بشه، خطوط باید از هم فاصله بگیرن. رفته خطوط باید از هم فاصله شون زیاد بشه. یکای اسای میدان سوال بعدیمونه. خب یکای میدان از این رابطه به دست میاد. کیو وی بی سینوس ما داشتیم، اف نیوتن که کیلوگرم متر بر ثانیه به توان 2 است، کیو کولون هست و وی متر بر ثانیه است و تسلا رو هم میخوام پیدا بکنیم. ایکس بذارید و بیایید از طرفین یه دونه متر بزنید، یه دونه ثانیه بزنید و بنابراین بشه کیلوگرم در کولون ثانیه که در گزینه 4 اومده. که از متن کتاب فشار در یک عمق مایع از به جهتگیری سطحی که فشار به آن وارد میشود بستگی دارد، بستگی ندارد. ستای دیگه درسته. معادله حرکت به ما داده مسافت. خب در این گونه سوالات بچه ها ما گفته بودیم اگر معادلمون بیتی به علاوه سی، گفته بودیم اگر آ و ب هم علامت باشند تغییر جهت نداریم و بنابراین ال مسافت همون دلتا اکس اون باز است. ولی آ و ب غیر هم علامت باشن، خلاف علامت باشن، حتما تغییر جهت داریم. بعد دیگه ال مساوی دلتا اکس نیست. اینجا ما میبینیم آمون 1 بیمون منفی 12، پس تغییر علامت داریم. بنابراین حتما باید بازه رو به 2 بازه تقسیم بکنیم. یه روش اینه، شما بیاید رأس سهمی رو پیدا بکنید. رأس سهمی میشه منهای ب بر 2، 12 به روی 2 میشه 6. بازه داده شده رو به 2 تا بازه تقسیم بکنید. 0 6 10. دلتا اکس اینجا رو پیدا کنید، دلتا اکس اینجا رو پیدا کنید، با هم جمع کنید. این یه روش اینه. یه بار 0 بذارید میشه x1 میشه 20. 6 بذارید 36 منهای
6 دو تا 12 6 72 بله 36 منهای 72 علاوه 20 میشه منفی 36 میشه منفی 16 و 10 بذارید میشه 100 منهای 120 میشه منفی 0 میشه تی اس میشه 0. خب دلتا اکس اینجا میشه منفی 36 اونجا میشه مثبت 16 قدر مطلقشون رو با هم جمع بکنید میشه ال مسافت میشه چند 52. یه روش اینه. خب من اینو پاش میکنم شما ویدیو رو استوب بزنید میتونه حل کنید. پس جایی که دیدید آب خلاف علامته شما این کارو بکنید. رسم ویتی هم یه روشه. یه روشمون اینه که شما بیاید نمودار ویتی رو رسم بکنید. ببینید ویتی اینو بخوام رسم بکنم ویتی خب ویمون میشه 2 منهای 12 از منهای 12 شروع میشه به این شکل این قسمت هم 6 این وری بریم یکم از منهای 12 شروع میکنیم اینجا باید 6 باشه چون شیبمون 2 مثبت هستش بعد تا 10 هم بذارید میشه 20 منهای 12 میشه 8. خب اینجا مساحت زیر نمودار به ما جمع این دوتا میشه چی؟ میشه ال مسافت. خب اینجا میشه 36 مساحتش اینجا میشه 16 و 36 به علاوه 16 میشه المون 52. یه روش هم اینه رسم ویتی. سوال 51 شتاب حرکت رو به ما داده پس از طی مسافت 200 متر می ایستد سرعت 0 میشه و سرعت پایان رو داده به ما سرعت پایان رو به ما داده بعد اینجا فرض کنید ترمز کرده دلتا ایکسی که رفته 200 متره در 3 ثانیه آخر چند متر جا به جا میشه در 3 ثانیه. بچه ما دنباله حسابی بخوایم برای حرکت کندشونده یه دی معرفی کرده بودم به شما به نام آ دوم. بچه‌ها که با من کار کردن میدونن چی میگم. 1.5. خب این لحظه آخر میشه دیو 3 دی و 5 دی میشه 9 دی. دی رو هم که دارید اونجا کنیم میشه چی؟ 13.5. این روش خیلی تستیشه دیگه دنباله حسابی بهتون گفته بودم دنباله حسابی. حالا بخوایم اینو با معادلات خود حرکت حل کنیم یا بازم رسم ویتی بکنیم اونایی که با ویتی کار میکنن به جای دنباله حسابی این کارو بکنن بیان یه دونه نمودار کندشونده وصل کنن به این شکل ویتی بعد به این شکل بعد اینجا 3 ثانیه آخر فرض کنید اینجاست شتابمون باید 3 باشه یعنی اینجا اگه کلش تی باشه اینجا 3 تیه 3 تی دوم میشه چی؟ 200 درسته؟ شتابمون باید 3 باشه ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر 2 باید 200 باشه تی 2 از اینجا میاد 400 سوم
3 ثانیه آخر اینم باید 9 باشه. اصلا نیازی به این نیست. 3 ثانیه آخر اگه قرار 9 باشه اینا نیازی به نیست. اگه قرار 3 ثانیه آخر حساب بکنید شتابمون چون 3 هست اینجا باید 9 باشه، چون 9 تقسیم بر 3 میشه 3. و مسافت این قسمت میشه 9 ضرب در 3 تقسیم بر 2. 27 تقسیم بر 2 میشه 13.5. به هیچی نیاز نیست. نه این 200 نیازه. شتاب چرا دیگه شیب خط 9 تقسیم بر 3 عددی میشه 3 از اونجا آورد. آره به همه راحت. دیگه دنباله حسابی هم نمیخواد. با 2 روش حل کردم برات. بعد سوال بعدی آتی داده شده مسافت در 20 ثانیه دوم میخواد. خب در این گونه سوالات هم گفتیم این کارو بکنین. بیاین سرعت ها رو بنویسید رو نمودار. سرعت اولمون 20. مساحت رو پیدا کنید -40 بندازید رو 20. -40 رو 20 سرعت اینجا رو به شما میده -20. اینجا میشه -20. باز مساحت این قسمت رو پیدا بکنید میشه 60 بندازید رو -20 میشه 40 مثبت. خب اینجا مشخصه که ما تغییر جهت داریم که سرعت از -20 اومده به چه. اون لحظه تغییر جهت رو پیدا بکنید به نظرم. V0 رو پیدا بکنید. V0 خب گفتیم باید این 20 باشه دیگه، درسته. 3 ضرب در 20 سوم میشه 20. اینجا میشه 20 سومین بازه و بنابراین اینجا میمونه 40 سوم چون 60 سوم اینجا. خب حالا یه بار من اینو بکشم جلو کامل واضح بشه. یه بار برای این قسمت حساب کنید دلتا ایکسش رو. دلتا ایکسش رو حساب میکنم. وی به علاوه وی صفر دوم در دلتا تی یا وی یک به علاوه وی دو. خب دلتا ایکس یک میشه -20 به علاوه 0 تقسیم بر 2 ضرب در 20 سوم میشه 200 سوم علامت منفی. یه بارم برای دلتا ایکس دو برای این قسمت حساب بکنید. اینا دیگه رابطه خودمونه دیگه. 0 به علاوه 40 تقسیم بر 2 ضرب در 40 سوم اینم میشه 800 سوم. قدر مطلق اینا میشه مسافت. قدر مطلق اینا میشه مسافت. میشه 1000 سوم که در گزینه 3 اومده. سوال بعدی نمودار ویتی داده. میگه در چه لحظه هایی بر حسب ثانیه مکان متحرک میشه 136 متر. خب مکان ها رو حساب بکنید. فاصله ها رو حساب بکنید. ببینید اینجا مکانش داده شد 10. مسافت رو پیدا بکنید. مثلا مال 6 ثانیه رو پیدا بکنید. میشه 6 ضرب در 18 تقسیم بر 2 72 میشه 82 اینجا. بعد اینجا رو پیدا بکنید ایکسش رو. مساحت رو پیدا بکنید بندازید رو 82. اینجا هم خب مشخصه وقتی 30 تقسیم بر 5 30 تقسیم بر 15 معذرت میخوام 30 تقسیم بر 15 2 18 به چه عددی 2 میشه 9. پس اینجا باید بشه 15.
خب مساحتش رو پیدا بکنید. 9 ضرب در 9 9 تا 81 با این جمع بشه میشه 163 متر. خب اینجا مشخصه، اینجا داره تغییر جهت میده. یعنی من اینو بخوام به صورت قابل فهم به شما توضیح بدم بچه ها، اینجا مبدأمون باشه ایشون از 10 شروع کرده رفته تو 163 داره تغییر جهت میده. تو 163 داره تغییر جهت میده. خب اینجا دو تا نقطه است که 136 ایکسش، بنابراین یه بار لحظه رفت از 136 رد میشه، یه بارم لحظه برگشت. برای همین دو تا زمان به شما داده. ما میخوایم اون لحظه 136 رو پیدا بکنیم. خیلی راحت. پس یه دونه من اینجا زمان پیدا میکنم که شیبش 2 باشه، اینجا تی باشه، اینجا 2 تی باید باشه، که مساحت این قسمت تفاضل 136 با 163 چقدره؟ 13-6 7 27 باید باشه. همینطور اینور، یعنی همون مقداریش رفته اینجا هم همینطور باید باشه، 27 باشه. همونو فکر کنم پیدا بکنید کافیه. خب میشه مساحتش 2T2 تقسیم بر 2 باید بشه، درست حساب کردم، 27 13-6 7 5-3 2. 9 ضرب در 9 9 تا 81 با اون جمع بشه میشه 163. بله، فاصله 163 با 136 13-6 7 اینم 5-3 2 27. ارتفاع ضرب در قاعده 2T2 دوم باید بشه 27. T2 جذر نداره، یه جای اشتباه کردم من. بذارید از اول من اینو حساب بکنم. 15 ضرب در 9 15 ضرب در 9 5 تا 40 135 میشه، با اون 10 145 میشه. اینجا بچه ها 145 میشه. کجا اشتباه کردیم؟ من 6 تا 54 میشه. 6 تا میگم 72. 6 تا 54 اون 64 میشه اینجا. بله 145 15-6 میشه 9. بله دقیقا میشه 9 و جذر داره. تی میشه 3 ثانیه این ور میشه 12، 3 ثانیه اون ور میشه 18. 12 تا 18. دقت کردین چی شد؟ 3 ثانیه این ور و 3 ثانیه این ور. نه رفت 9 برگشت، اینجا 145. خیلی راحت میتونید اینطوری پیدا بکنید. 54 سوال مفهومی بود. یه گلوله در حال پرتابه، بعد اینجا شتابمون اوج باشه، اینجا شتاب آ باشه قبل رسیدن به اوج. اینا اشتباهاتشون چجوریه؟ خب ما میدونیم که اینجا امژه با مقاومت با زاویه تند داره، اینجا زاویه 90 درجه داره. این زاویه رفته رفته زیاد شده. حالا فرض کنید اینا 10 بودن، اینم 60. اینجا میشه رادیکال 3/2 10 رادیکال 3. اینجا 10 بودن میشه 10 رادیکال 2.
رفته رفته کم شده. پس آی اوج کمتر از آی اوج کمتر از آی این حذف شد، این حذف شد. دو تا دارید گزینه 1 یا 4. اینا هر دو بچه‌ها به دلیل وجود F، به دلیل وجود F این الان اگه فقط MJ بود شتاب میشد ج میشد 10. خب باز 10 خود 10 کوچکتر از هم 10 رادیکال 3 هم 10 رادیکال 2. ببینین این 10 رادیکال 3 شد، این 10 رادیکال 2 شد که هر دو بزرگتر از 10 هم دیگه. این مثال عددی بیارید داره راحت. سخت‌ترین سوال شما سوال 55 به این شکل. خب جعبه به جرم 50 کیلو تحت زاویه F مساوی 100 تی داره کشیده میشه روی سطح استکاکی که FS ماکسش رو حساب بکنیم. میاد موی S در FN که MJ هست افق، چون 6 دهم ضرب در 50 500 میشه 300. FK رو حساب بکنیم موی K MJ میشه 4 دهم در 500 میشه 200. خب بچه ها دقت بکنید این تا 300 این نمیتونه جا به جا بشه. بعد 300 یعنی اینو 3 بذارید تازه آستانه حرکت میشه. این یه بار شما اینو 300 بذارید شروع به حرکت بکنه اینم 200. شتابمون میاد 100 مساوی 50 آ میاد 2. با این بخواد جا به جا بشه با این شتاب 1/2 آتی 2 زمان 3 تا 4 شد دیگه. تی مساوی 3 گفتیم، تی مساوی 4 فقط این جا به جای داره. اینم از 0 تا 4 رو خواسته. خب اینو پیدا بکنید. 3 بذارید 1 ثانیه بذارید دیو. بیشترین جا به جایی که با این شتاب انجام میشه 1 متر. و اگه خب 400 بذارید 400 منهای 200 شتابمون میاد با پریم بذاریم اینو 4 میاد. با این بخواد جا به جا بشه بیشترین جا به جایی 4 تی رو 1 بذارید میشه 2. بیشترین جا به جایی میاد با این شتاب میاد 2. خب بنابراین عدد شما باید عملا بین 1 تا 2 باشه و گزینه 3 هستش. نیروی گرانش بین ماهواره و زمین چند نیوتونه؟ خب من پیشنهادم ژ پریم به ژ هست که اینجا آر ای میشه، اینجا آر ای به علاوه اچ میشه به توان 2. بعد ژ پریم به 9 و 8. بعد آر ای فاصلش شمامون 6400 هست به روی 6400 به علاوه 2600 به توان 2. یه پیر مساوی 9 و 8 داره. این صفر رو برن 64 روی 10 داریم یه دونه 90 توان 2. بعد یه دونه به این 200 کافی ضرب بشه. ام ژ پریم همون نیروی گرانش بین ماهواره زمینه. یه دونه 200 باید به این ضرب بشه.
داره. حالا اینم ساده بکنیم، این به 4 ساده میشه. نه، این به 2 32، این به 2 45. طوری 32 ضرب در 32 بر 45 ضرب در 45. یکم محاسباتش سنگینه ولی این بهتر از محاسبات این اعداده. اون بهتره، خیلی بهتره. این به 5 9، این به 5 40، این به 5 9، این به 5 8. حالا یه دونه 8 داریم، یه دونه 32، یه دونه 32 به روی 81. یه دونه هم 9 و 8 داریم، یه دونه 9 و 8 داریم. میتونید از تقریب استفاده کنید. مثلا اینو 80 بگیرید، اینو بزنید یه دونه 10، اینم با این بزنید 32 در 32 تقریبا عدد رو به شما میده. 32 ضرب در 32 2 تا 4 2 3 تا 6 3 2 تا 6 3 3 تا 9 4 2 10 24. خطرناکه اینجا اعداد رو خیلی فاصله شد چیز داده. خب 10 24 نمیتونه باشه چون ما این عدد رو چیکار کردیم؟ کمش کردیم. و این وقتی برگرده زیاد بشه این 10 24 کم میشه. 10 24 احتمالش خیلی این باشه. اینو دیگه آره اعدادش رو متاسفانه خوب نداده. باید یکم متحمل ضرب و تقسیم بشید. ولی مطمئنم 10 24 پایینه. از 10 24 پایینه، یعنی اینا نیستن. تازه اینم 10 گرفته بودیم، برگرده کم بشه صورت، کم بشه باز کمتر میشه. 100% از 10 24 کمتر. خب نقش موضوع داده. ذره ایم در هر 1/8 ثانیه مسافت 4. وقتی دامنمون 2 صحبت از مسافت 4 یعنی این امه بیاد اینجا وایسته. این T4 رو اینم T4 این T8 T2 ببخشید. T2 به ما داده شده 8. T میشه 1/4. یعنی فرکانسمون میشه 4. Fمون هم میشه 4. چی خواسته از ما؟ تندی انتشار. تندی انتشار لامدا در F بود. لامدا رو پیدا کنیم. این لامدا 4 رو به ما داده 19 صدم چون متر داده. لامدا میشه 6 دهم. درسته؟ 6 دهم رو بذارید جای لامدا. Fمون هم که 4 2 4 جوابمونه. خیلی راحت. اینا خیلی راحت. حداکثر تندی و ما در نوسانگر داشتیم. وی ماکسیموم ما آ اومگاست. آمون دامنمون 4 صدم باید بذارید. بریم اومگا رو پیدا بکنیم. بچه ها ببینید اینجا رو. ما داشتیم x مساوی آ کوسینوس اومگا تی. x رو 2 بذارید، آ رو 4 بذارید، اومگا رو نداریم، تیش رو نیم بذارید. این میاد 1/2. چون تو ناحیه 4 اینجا ناحیه 1، اینجا ناحیه 2، اینجا ناحیه 3، اینجا ناحیه 4. ناحیه 4 2 پی منهای پی سوم باید بذارید. این کوسینوس 2 پی منهای پی، کوسینوس رو 5 پی سوم بذارید برای 1/2. کوسینوس اومگا 2 کوسینوس رو بزنید قشنگ 10 پی سوم به دست میاد. پی رو هم 3 بذارید میشه 14. در سیمی با چگالی رو سطح مقطع آ داده شده، نیروی چشش داده شده، مسافتی که موج در 1 ثانیه طی میکنه. و این مسافت موج در 1 ثانیه همون سرعت دیگه. پس در واقع سرعت رو از ما میخواد. F بر رو بود فرمول ما. F رو داریم 156 بعد 7 8 3 تا 0 سطح مقطع
5 ضرب در 10 به توان منهای 6 میشه. به خاطر اون نیمه منهای 7ش بکنیم. خب این 2 برابر اینه، بزنید بره. این 3 تا از این بره، منهای 4. خب 2 ضرب در 10 به توان 4 به روی 5. حتما این 400 میاد دیگه، نه 200 به 5، 20 به 5 3 بشه، 20 به 5 4 میاد. اینجا اشتباه کردیم. زیر 20 داریم، اما کجا اشتباه کردیم؟ 3 تا از این بزنم منهای 4، بعد این بیاد بالا 4، 20 به 5 4 میلی منفی 3 هست به توان منفی 6 با اون 5 نیمه منفی 7 نوشتم. یه 0 اضافه گذاشتم. آره یه 0 اضافه گذاشتم، بنابراین اینجا میشه این ضرب در 1000 بشه میشه 7008. اینطوری میشه 80 780 780. آره 7800. خب زاویه بین دو آینه چند درجه است؟ خب اینم گفته بودم، این زاویه انحراف رو به شما گفته بودم. این زاویه انحراف 2 برابر این زاویه است. این زاویه تنده که مثلا آلفا بگیریم، این 100 دیگه. آلفا وقتی 2 آلفا وقتی 100 باشه، آلفا میشه 50. اینجا 50 باشه، اینجا 130. اینو گفته بودیم زاویه انحراف. بعد اینم باز میگه که لاندای 3 چند برابر لاندای 1. شما هم سینوس تتا 3 را تقسیم بر سینوس تتا 1 بکنید. اصلا نگران نباشید. تتا 3 مون سینوس 37 6 دهمه، تتا 1 مون 53 هستش، سینوس 6 دهمه و 3 چهارم جوابه. طول موج سومین خط طیفی. خب اینا رو همون 1 بر لاندا مساوی 1 صدم 1 بر امپریم 2 منهای 1 بر امپریم به علاوه 3 به توان 2. این لاندا رو 1200 داده بچه ها. 2 تا 0 رو بزنید بره. 1/12 1 بر امپریم 2 منهای 1 بر امپریم به علاوه 3 به توان 2. اینو نشینید حل کنید، تست گزینه بکنید، فکر کنم پاشن در میاد. 1/9 منهای 1/36 دقیقاً حاصلش میشه 1/12. چرا؟ چون از 36 مخرج مشترک بگیرید، این میشه 4 منهای 1 میشه 3 36 همه 1/12. پس نشینید اینو حل کنید که وقت بره، با تست گزینه برید جلو. وقتی میگه سومین خط طیفی، یعنی امپریم هرچی باشه 3 تا بهش اضافه بکنید. اینا آره حواستون باشه. نیمه عمر رو داده 8 روز. پس از 16 روز چند درصد؟ خب وقتی صحبت از درصده گفتم 8 روز برید بشه 50، یه 8 روز دیگه برید میشه 25. 16 روز تمام شد. 25 درصد رو بزنید بره. 2 تا 8 میشه 16. سوال 64 رو ببینید. باز نکتهش رو گفته بودیم اگه یادتون باشه. میگیم اف توتال اینجا 0 باشه، این دوتا حتما برابرن. Q2 Q4 عین همن، باید عین هم باشن، و نسبت Q2 به Q1 نسبت فاصله است به توان 3. نکتهش رو به این شکل گفته بودم، منفی. بنابراین مثبت ها میرن و آردو میشه آ بگیریم.
R1 میشه R رادیکال 2 به توان 3 بکنید میاد منفی رادیکال 2 بر 4. بارهای الکتریکی در فاصله 5 سانتیمتری از هم قرار دارند. اندازه میدان خالص به فاصله 3 سانت از وقتی اینا 5 سانته این 3 ضرب در 10 توان منهای 8 باشه اینم 16 از Q1 چقدر فاصلهش 3 اینجا 3 اینم 4 3 اینم 4 توی این نقطه عمود میشن به هم حتما چون 3 4 5 مال قائم مضاوی است. اندازه میدان چند نیوتن بر کولونه. خب فرمولو بنویسید مال این دافع میشه و فرمولمون هم 9 ضرب در 10 توان 9 فرمول ای بود کا کیو بر R2 9 ضرب در 10 توان 9 کیومون 3 ضرب در 10 توان منهای 8 بر R به توان 2 9 ضرب در منهای 4 میشه 3 ضرب در 10 توان چند 9 منهای 8 1 با اون 4 5 مال این میشه 16 ضرب در 10 توان 9 ضرب در 10 توان 9 16 ضرب در منهای 8 به روی 16 ضرب در منهای 4 میشه 9 ضرب در 10 توان. خب چون عموده ای توتال میشه رادیکال 10 توان 5 بذارید باشه 9 به توان 2 3 به توان 2 اینو 3 ضرب در 3 بکنید بچه ها یه 3 به توان 2 میاد بیرون یه دونه 3 به توان 2 9 با اون یکی میشه 10 رادیکال 10 سوال 66 باز خیلی راحت میدان بود ولتاژ بر دی خازن اینه ولتاژ دو سرش تقسیم بر این فاصله میدان رو به شما میده 6 تقسیم بر 2 ضرب در 10 به توان منفی 3 میشه 3 ضرب در 10 توان 3 چون ولت بر متر خواست. سوال بعدی مدار آی چند آمپره. خب گفته بودم حروف گذاری بکنید اینجا آ میشه اینجا ب بذارید اینجا ب میشه اینجا رو بذارید سه چون هیچ سیم راسته بینشون. خب یه دونه آ دارید باتری یه دونه بی دارید یه دونه هم سی سمت آ بذارید 12 و 6 آسه هن. 12 و 6 آسه هن. 4 آبه هست 8 B3 هستش تمام شد و اینجا میریم به باتری میایم به باتری 18 آرمانی هم هست. خب من این کارو کردم که راحت بتونید 12 و 6 میشه حاصلش 4 موازیه چون 4 و 6 متوالی میشه 12 و 4 میشه 3 بنابراین آیه کل ما 3 آمپر ای روی آر توتال به علاوه آر بذارید میشه 18 به 3 میشه 6 آمپر. خب 6 آمپر وقتی از اینجا بیاد خب این رو من پاک کنم شلوغ نشه شکل بیاید این کارو بکنید بچه ها اینجا رو بدید x اینجا میاد 2x بنابراین اینجا 3x میومده مال 12 بالا اینجا 12 شد مال 12 بالای 3x باشه اینجا میشه 9x چون این 12 3 برابره این جریانش رو 3 برابره یعنی این 12x بوده بنابراین x همون میاد نیم و همه جریان ها پیدا شدن این پیدا شد نیم این پیدا شد 1 این شد 1 و نیم اینم شد 4 و نیم دیگه درسته. وقتی جریان ها پیدا شدن بیاین اینجا این شکل اصلی
اینجا 6 آمپر داشته می اومده، مال 4 چند شد؟ مال 4 4.5 شد. معلومه اونوری 1.5 میره، 1.5 که از اینجا میاد، حواستون باشه 4.5 هم از اینجا میاد. 1.5 مال 6 چند شد؟ مال 6 1 شد. یکش اینجا بره از این 1.5، نیمش میاد اینجا. خب نیم از اینجا بیاد، 4.5 از اینجا بیاد، این میشه 5. مدار سخت نبود زیاد نسبت به سالهای قبل، در مقایسه با سالهای قبل. خب اینم رابطه‌شو گفته بودم هر وقت بحث چگالی رو پیش کشید و صحبت از سطح مقطع شد، روی م بر روی چگالی ام بر آ2 همین رابطه بذارید، آ رو بذارید پیدا کنیم بیاریم، پی آر 2 قطر رو چون داده پی آر 2 میذاریم، پی 3 و 14. حالا بذارید پی باشه، قطرمون نیم باشه به توان 2.25 منهای 6 هم داریم چون میلیه، بنابراین پی 4 روم شدین، حواستون باشه پی 4 روم ضرب در 10 توان منهای 6. خب مقاومت ویژمون 3 و 14 منهای 8، چگالیمون 10 به توان 4 باید به 1000 ضرب بکنید، جرممون 314 و اینو من 3 و 14 میگیرم، ولی ضرب در 10 توان چی میکنم؟ خودش 10 توان 2 ضرب در 10 توان منهای 3 هم باید بکنم، چون با 3 و 14 میخوام بره. خب میشه پی 2 16 میارم بالا، توان برسه منهای 12. ببینید حالا این دوتا پی با این پی 2 میره، منهای 12 با این میشه منهای 8، منهای 8 با این منهای 8 میره، میشه 16 1 و 6 میشه 1 و 6. گفته بودم اگه طول باشم اینه، روی ما روی چگالی L2 برم. نسبت I2 به I1 قبل و بعد بستن کلید رو میاد. وقتی بچه ها کلید بازه فقط R دارید، بنابراین جریان 1 آمپر نشون میده، میشه E روی R. ولی وقتی بسته میشه این میشه R میشه 2R، موازی میشن با هم، 2R بر ضربشون تقسیم بر جمعشون، یه R بره 2/3 R میشه، این وقت میشه ای روی 2/3 R. 3 رو بیارید بالا بنویسید، حالا اینو به این تقسیم بکنیم میشه 3/2، یعنی 1 کنیم. در مدار زیر با بستن کلید توان خروجی باتری تغییر نمی کند. مقاومت آر چنده؟ وقتی توان تغییر نکنه یعنی آرمون آر کلید باز، آر توتال کلید باز با آر توتال کلید بسته یکی. خب اینجا من پیشنهادم تست گزینه است. تست گزینه رو هم از 180 شروع کنید، از پایین شروع بکنید. شما آ رو بگیرید 180، یه بار با کلید باز حساب بکنید، یه بار با کلید بسته، میدید آرها مساوی در نیومدن. ولی 90 بگیرید، ببینید بچه‌ها کلید وقتی بازه انگار این نیست اصلا. این دوتا میشن 90 با 180 میشن 60، 60 با 60 میشه متوالی 120، 120 با این 80 متوالی 120 ضرب در 80 بر 200 جمعشون، 2 تا 0 رو بزنید بره، اینم 4 میشه 48. بعد حالا کلید رو بزنید پیدا بکنید، کلید رو بزنید میشه این 3 تا موازی میشن، اینم 90 دیگه، این دوتا شد 60 60 و 40 60 و 40 موازی میشن، 60 و 40 یکیشو پیدا کنیم کافیه دیگه، میشه 24. 24 با 24 میشه 48. ببینید اینم 48 میده، اینم 48 میده، پس گزینه 3 هستش. تست گزینه برید، این خیلی مدار قولیه، حتما باید با تست گزینه برید. از مغناطیس یه دونه اینو داده،
جریان الگایی رو میخواد. خب جریان الگایی تعداد حلقمون یکه. فرمول اصلی رو من بذارید بنویسن. ام برار دلتا فی به دلتا تی، تغییر شار. بعد از روی این می اومدیم منهای ان بر آر. این فی بی آ کوسینوس بود. چون تغییر روی بیه آ کوسینوس میاد بیرون و چون گفته عمود بر صفحه حلقه خطوط میدان عمود و در اون حالت آلفا میشه صفر. این کوسینوس عملا میره پی کارش. دلتا بی به دلتا تی. خب انمون یکه. سطح مقطعمون زلمون دو ضرب در 2 منهای 4 مربع به 6 ل فلان. مقاومتمون 1/10. دلتا بی بازه 2 تا 10 گفته. 2 تا 10 گفته. 10 منهای 2 رو اینجا بنویسید. مال 10 صفره. مال 2 16 صدمه. و به این ترتیب 10 منهای 2 میشه 8 با اون 16 میشه 2 صدم. 2 صدم رو اینطوری بنویسیم. منفی هم با منفی میره. 4 2 تا 8 منهای 6 میشه با این منهای 1 میره. درسته؟ منهای 6 با منهای 1 بره منهای 5 میمونه. خب میلی گفته میشه 800 میلی آمپر. یه دونه 8 داریم دیگه. رای گایدی مخروط، جرم مخروط، چگالی مخروط. چگالی ام بر وی بود. اممون داده شده 54. وی مخروط 1/3 پی آردو هاشه. اینا رو همش رو اس آی می نویسم. پی رو گفته 3 بگیرید با این بره. خب 54 تقسیم بره 10 منهای 3 یه دونه دارم میشه 2 7 ضرب در 10 به توان 3 یعنی 2700. کار بحث کاری سوالی به این شکل دارید. بزرگی نیروی استکاک که 1/4 وزنه. اینا همش وقتی از من کار وزن رو میخواد بچه ها تغییر ارتفاع رو کافیه بذارید به وزن ضرب بکنید. اینا رو همش رو لازم نیست بدونید اصلا. ارتفاع اولمون 10، ارتفاع دوممون هم 0 میاد پایین میشه 200. بزنید 2 میشه اصلا اونو رو علکی داده. اتومبیلی روی خط راست از حال سکون بازم کار داده. تغییر جنبشی ثانیه دوم دلتا کای ثانیه دوم یعنی 1 تا 2 چند برابر دلتا کای ثانیه اولی یعنی 0 تا 1 از حال سکون با شتاب 3 به حرکت در میاد. خب این بچه ها اف توتال در دی بذارید. اینم اف توتال در دی بذارید. اف توتال ثابته چون میرن. نیرو ثابته چون شتاب ثابته. بعد دی 1 ثانیه دوم 0 تا 1 اینم از تساوت حساب بکنید. ثانیه اول دی باشه ثانیه دوم میشه 3 دی. این چند برابره؟ 3 برابره دیگه. از دنباله حسابی استفاده بکن. به 2 کره 5 کیلوژول گرما میگیم. افزایش دمای آب 2 برابر افزایش دمای شعاع ب. خب چون ب رو بالا گفته منم بالا می نویسم کیو آ کیو ب. ام ب به ام آ سی ب سی آ ام سی دلتا تتاس بچه ها. دلتا تتای ب به دلتا تتای آ. خب اینو 20 داده اینو 5. ترما رو روی بزنید چون بحث رو برده سمت حجم. روها برن چون هر دو آلومینیوم سیان برن هر دو آلومینیومن.
وی به نسبت حجم 2 کره میشه نسبت شعاع به توان 3. بعد دلتا تتای آ 2 برابر دلتا تتای ب هستش. افزایش دمای آ 2 برابره. خب اینم 45 8 میاد. ریشه سوم 8 میشه 2. ریشه سوم بگیریم اون نسبت میاد 2 بدونید 4. آرزوی سلامتی دارم. موفق باشید. تقدیم به روح همه شهیدان، تقدیم به همه شهیدان و بالاخص شهدای غزه که این روزها متاسفانه جنایت رژیم صهیونیستی پایانی نداره و خدا به دادشون برسه انشالله با ظهور امام زمان. قربان شما. خدا نگهدار.